من باور دارم که زمین بیشتر از چیزی که فکرشو میکنیم روی سلامتیمون تاثیر داره. اما برای اینکه تو هم باور کنی بیا چند تا تحقیق جالب بهت نشون بدم. سال 2004 دو تا محقق به اسم قالی و تپلیتس اومدن رو 12 نفر که بیخوابی و استرس داشتن تحقیق کردن. اونا این افراد رو موقع خواب به زمین وصل کردن. نتیجه ریتم هورمون کورتیزولشون طبیعی شد، خوابشون عمیق‌تر و استرسشون کمتر شد. سال 2011 روی 58 نفر آزمایش کردن که ببینن اتصال به زمین چه اثری روی سیستم عصبی داره. بلافاصله و تقریباً آنی چند تا تغییر تو بدنشون اتفاق افتاد. حدود نیمی از افراد موج‌های مغزیشون شامل بتا، آلفا، تتا و دلتا تو نیمکره چپ به طور ناگهانی تغییر کرد. این یعنی مغزشون رفت به سمت حالت آرومتر. عضلات شونه تو همه افراد ریلکس شد. این یعنی تنش عضلانی سریع کم شد. در بیشتر افراد حجم پالس خون کاهش پیدا کرد که نشون میده سیستم عصبی رفت به حالت آرامش و فشار روی بدن کمتر شد. همه اینا یعنی این که وقتی اتصال به زمین اتفاق میفته بدن از حالت آماده باش یا سمپاتیک میره تو حالت ریلکس یا پاراسمپاتیک. استرس کم میشه، عضلات شل میشن، گردش خون تغییر میکنه و مغز موجهای آرومتری تولید میکنه. سال 2010 بعد از ورزش شدید، از اون ورزشایی که بعدش بدن کلی درد میگیره، یه گروه رو به زمین وصل کردن. تو گروهی که به زمین وصل شده بودن، افزایش گلبول سفید که نشانه التهاب خیلی کمتر بود. این افراد درد کمتری حس کردن و زودتر خوب شدن. عملاً بدنشون سریعتر از گروهی که به زمین وصل نشده بود ریکاوری کرد. سال 2011 اتصال به زمین رو روی کسایی که کمکاری تیروئید داشتن تست کردن. این آزمایش نشون داد که فقط یک شب اتصال به زمین میتونه هورمون‌های تیروئید رو تغییر بده. این افراد بعد از اتصال به زمین نیازشون به دارو کمتر شد. سال 2012 روی قند خون تحقیق کردن. اتصال به زمین باعث کاهش قند خون ناشتا تو بیمارای دیابتی نوع 2 شد. حتی اون کسایی که قند خونشون با دارو هم به خوبی کنترل نمیشد. اینا فقط چند نمونه بودن. تو ویدیوهای بعدی درباره بیماری‌های دیگه و تحقیقاتی که در موردشون انجام شده بیشتر صحبت می‌کنم. اما اگه هنوزم باور نداری، امتحانش مجانیه. به مدت 1 ماه روزی 30 دقیقه پاهاتو مستقیم روی خاک بذار بدون کفش. یا حتی اگه شرایطشو داری پا برهنه پیاده روی کن. بعد بیا نتیجه رو زیر همین پست کامنت کن تا بقیه هم ببینن و شاید باور کردن که زمین، اتصال به زمین تا چه حد میتونه شفا بخش باشه.